دوران سختم داشتی تو زندگی؟ خیلی. بی پولی؟ خیلی. چجور در چه حد؟ من یک دور میدون آزادی مجبور شدم که شب بخوابم. و این آرزوهای بزرگی که میگه تو سرم میگفتم یک روزی در این میدون تمام پلیس ها و گارد حفاظتی وامیستن میبندن اینجا رو، چون من قراره بیام توی این میدون. 13 سال بعدش این اتفاق افتاد. اون شب عجیب غریب ازش خواستم که من در این میدون این اتفاق میفته که یک روزی به خاطر من این میدون رو میبندن که من بیام، و این اتفاق افتاد. من دعوت شدم مراسمی در میدان آزادی که تنها هنرپیشه مهمانش من بودم و از جایی که ماشینم رو پارک کردم تا برسم به میدون خیلی هم لذت بخشه دیگه. 7 تا بادیگارد این ور، 7 تا بادیگارد اون ور. برای من این تصویر زیبا بود، نه که فرقی با مردم داشته باشم. تصویر این که اون آدمی که اونجا خوابیده بود الان با این عزت همونجا در همون میدان. آره. و زندگی همینقدر کوتاه. فرصت بین خواستن و رسیدن فقط در قلب ما اتفاق میفته. معتقدم وقتی خودش میگه من از روحم در شماها دمیدم، پس کار غیر ممکنی برای انسان وجود نداره.